اینجا یه فست فود کازرونی پسنده. امروز با هم میریم تو آشپزخونه سنسو ببینیم چه خبره و برامون چه چیزایی میزنه. اول از همه نوبت پیتزای میکسشونه. موادم همون چیزایی که شما دارید توی ویدیو میبینید. بعد از اون نوبت میرسه به دوب برگر که اصلا لازم نیست من چیزی بگم، خودتون دارید ویدیو رو به صورت زنده میبینید. و بعد از دوب برگرم برامون یه برگر ویژه سنسو زد که پنیر روی این نون امضای کارشونه. پیتزامونم آماده شده، بریم هم تست کنیم ببینیم چطوره. بعد از پیتزا یه هاتداگ خیلی خوشمزه داشتن که بهم پیشنهاد کردن، هاتداگ رویاله. ماشاءالله به این حجم دیگه غذاتونم به همین سرعت آماده شد، میتونید تست کنید. امیدوارم که معرفی‌های این دفعه رو هم دوست داشته باشید.